چون در مابعد این کلمه به اصطلاح ارجاع به و الیه المصیر هست. خب مربوط آیه هرچند اعطاف به جمله بعد داره و نمیشه این بیانیه استنباط کرد از همین تیکه قرآن که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. بنابراین وظیفه هر انسان مسلمان مسئله اول ایمان به قرآن، تعظیم قرآن و تکریم قرآن است. باختصار وظيفة الإنسان المسلم من واجب الإنسان المسلم عندما يؤمن بالله تبارك يؤمن برسوله، يؤمن بالله تبارك وتعالى، يؤمن برسوله، يؤمن بالملائكة ويؤمن بكتاب الله عز وجل. خب بنابراین سوال به وجود میاد که اگر ما نقص در ایمان داشته باشیم و احترام ما نسبت به قرآن کم باشه، آیا راهی وجود داره که ما عشق و ارادت و ایمان ما را نسبت به قرآن اضافه بکنیم؟ چرا؟ چون درجات ایمان مسلمان ها یکسان نیست. ایمان قوت ضعف داره، مراتب داره، درجات داره، همه در یک حد نیستن. یک وقت رسول الله ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین به قرآن ایمان میارن، یک وقت مثلا یک مراجع عظام به قرآن ایمان دارن، یک وقت هم انسان‌های عامی مثل ما به قرآن ایمان دارن. خب این درجات ایمان نسبت به قرآن متراتبه و مختلفه، اما به همون اندازه‌ای که درجات ایمان مثلا عالی‌تر و بالاتر باشه، درجه اکرام و اعظام و تکریم قرآن هم بالاتر خواهد بود. تارة القرآن الكريم نزل على رسول الله، وتارة القرآن الكريم يتلو الأئمة الطاهرين، تارة القرآن الكريم يتلوه أولياء الله الصالحين. هذا القرآن بقدر ما عنده الإيمان ودرجات الإيمان متفاوتة بيننا وبين الأئمة، لأن ما عندهم مشكلة في القرآن الكريم، واصل إلى أعلى مراتب الإيمان. ولكن بالنسبة نحن البشر الناس البسطاء عندما تتفاوت درجة الإيمان ما بيننا، فأين هو القرآن من هذا التفاوت ومن هذا بله، از اونجایی که عرض کردم سوال نقص ایمان ما نسبت به قرآن قابل تقویت هست، چون ایمان چیز اکتسابیه نه چیز خدادادی. مثل علم، همون گونه که علم چیز اکتسابی هست، ایمان هم چیز اکتسابیه. یک وقت ما موروثی مؤمن هستیم، مسلمان هستیم، یک وقت ما خودمون رفتیم تحقیق کردیم و مسلمان شدیم و ایمان به اصطلاح به حقانیت و وحدانیت ذات اقدس اله، به نبوت انبیا، به عدل الهی، به امامت و روز میعاد ایمان آوردیم. اما مثلا اینجاست که این ایمان قابل کم و زیاد شدنه. درجات عالیه رو انسان میتونه کسب بکنه و اکتساب بکنه. الإيمان اكتسابي كما باقي العلوم اكتسابية. الإنسان يبذل الجهد يروح يدرس يتعلم. الإيمان كذلك اكتسابي، وهذا الاكتساب يتفاوت ما بين إنسان وإنسان. ولكن هذا النقصان اللي بالإيمان، هذا التفاوت اللي موجود، كيف يقدر الإنسان يعوض هذا النقصان؟ بله، اولین چیزی که میتونه عشق و علاقه ما رو، انس و الفت ما رو، تعظیم قرآن رو نسبت به ما تقویت بکنه، مجالست با جلسات قرآنیه. الشيء الذي يربط بينا بالله تبارك وتعالى، يربط هذا العشق الإلهي بالله تبارك وتعالى، هو حضورنا في مجالس القرآن الكريم. كما که فرمایش حضرت نبی مکرم صلی الله علیه و سلم به انس بن مالک فرمودند ای پسر غافل مشو از قرائت قرآن در صبح و شام، فإن القرآن يحيي القلب الميت وينهى عن الفحشاء والمنكر. كما وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنس أنه هذا القرآن الكريم، الحديث اللي يتفضل به بعد هذا، فإن القرآن يحيي القلب الميت وينهى عن الفحشاء والمنكر. پس بنابراین حق اول قرآن نسبت به ما و وظیفه ما نسبت به قرآن مسئله ایمان، احترام، اکرام قرآن. این اولین وظیفه یک مسلمان. الواجب الأول والحق الأول على كل إنسان مسلم اتجاه هذا القرآن الإيمان بالله تبارك وتعالى وحفظ كرامة وقدسية هذا الكتاب العظيم. خب من حالا وظایف دیگر رو میگم خدمت ایشان. اگر وقت فرصت بر ما اجازه داد موقعی که تشریح میکنم و اگر فرصت اجازه نداد میسپارمش به جلسات بعد. وظیفه دوم ما نسبت به قرآن و حق قرآن نسبت به ما اینه که ما به عنوان یک بچه مسلمان طریقه درست خوندن قرآن رو باید یاد داشته باشیم.
چرا که خود قرآن با ما دستور داده اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة، سوره عنکبوت آیه 45. و همچنین در آیه دیگه الذین آتیناهم الکتاب یتلون حق تلاوته اولئک یؤمنون به. و همچنین سوره مبارکه بقره آیه 131 و در سوره مبارکه مزمل و رتل القرآن ترتیلا. در همین سوره فقرأوا ما تیسر من القرآن، باز هم در همین سوره فقرأوا ما تیسر من، دستوراتی که خداوند متعال با ما دستور قرائت داده و این قرائت رو باید بیاموزیم اگر بلد نیستیم. این حد وظیفه دوم ما نسبت به قرآن و حق دوم قرآن نسبت به الحق الثاني في عنق الإنسان المسلم بخصوص القرآن الكريم. كل إنسان مسلم والله عز وجل يؤكد على هذا المعنى. الآيات التي قرأها السيد في سورة المزمل وفي سورة العنكبوت وإلى آخره تؤكد على أنه أوامر من الله عز وجل بقراءة القرآن بالقراءة الصحيحة. الإنسان يجب أن يتعلم أن يقرأ القرآن الكريم. بله، فرمایشی داریم از حضرت مولا الموحدین امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمودند حق الولد عن والد ثلاث يحسن اسمه يحسن ادبه و يعلمه القرآن. حالا نگاه چشم با خطوط به این پشتوکا افتاد، بچه ها افتاد و یاد این حدیث افتاده که وظیفه شما پدران نسبت به این اطفال اینه که اسم زیبا براش بگذارید، اونها را درست تربیت کنید و تعلیم بدید قرآن را به اونها. عندما نظرت إلى هذه البراعم هذول الأطفال تذكرت هذا الحديث أنه من حق الوالد على الولد أن يحسن اسمه وتربيته ويعلمه قراءة القرآن الكريم. خب بگذارید این دومین وظیفه مؤمن و دومین وظیفه مسلمان نسبت به قرآن کریمه. وظیفه سوم مسئله درک و تدبر و تفکر و فهم قرآنه، چون قرآن فقط برای تلاوت نازل نشده، قرآن فقط برای تعظیم نازل نشده، مرتبه بالاتر داره و اون مرتبه بالاترش اینه که ما قدرت تفهیم ما رو نسبت به قرآن بالا ببریم، تفکر کنیم و تدبر کنیم و در این تفکر و تدبر چیزی بفهمیم از آیات قرآن. این وظیفه سوم یک مسلمان نسبت به قرآن. ثالثا النقطة الثالثة في حق الإنسان المسلم هو التدبر والتفكر والتمعن في آيات القرآن الكريم. القرآن ما نزل بهذا الشكل فقط لكي يري نفسه، ما نزل بهذا الشكل لأن يقرأ فقط، لا، القرآن الكريم حق الإنسان المسلم في حقه مسؤولية تدبر الآيات القرآنية والتمعن فيها والتفكر فيها. خب من چون وقت ندارم نمیتونم زیاد تشریح کنم، فقط میخوام که مطالب گفته باشم، حالا اگر عمری باقی بود ما تفسیراتش رو میتونیم در جلسات بعد ان شاء الله. هذا بشكل مختصر لضيق الوقت حتى لا تكون الأمسية مملة ومتعبة بالنسبة لكم، ونترك التفصيل إن شاء الله في جلسات أخرى إن أتيحت لنا الفرصة. چهارمین وظیفه مؤمن نسبت به قرآن، چون قرآن همونطور که عرض کردیم فقط به خاطر ایمان آوردن تعظیم و تکریم نیست، فقط برای تلاوت نیست، فقط برای فهمیدن هم نیست. بعد از اینکه ما ایمان آوردیم، بعد از اینکه ما طریقه درست خوندن رو یاد گرفتیم، بعد اینکه قدرت تفهیم از قرآن برای ما میسر شد، اون وقت وظیفه سنگین‌تر به عهده ما میفته که این مطلب از همه اینا مهمتره، اون عمل به احکام قرآن و دستور قرآن کریم. بعد ما آمنا بالله تبارك وتعالى، بعد ما تمعنا في معاني الآيات الكريمة، بعد ما تعلمنا قراءة القرآن الكريم، هناك نقطة رابعة جدا مهمة وأهمها هو العمل في أحكام القرآن الكريم. چون ما قرآن کریم یک مثل بسیار زننده و هشداردهنده برای بنی اسرائیل زده، ولی وقتی برای بنی اسرائیل زده معنیش اینه که برای شما مسلمان‌ها هم زدیم. چون ما در سوره مبارکه جمعه همه ما خوندیم اینو مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله عز وجل أنذر قوم بني إسرائيل، وهذا لا يعني أنه لم ينذر المسلمين، بل أيضا أنذر المسلمين. الآية التي تلاها في سورة الجمعة من سورة الجمعة. والنقطة آخر که امروز ما میتونیم بیان کنیم در آخرین فرصت اینه که بعد از اینکه ما به قرآن ایمان آوردیم
و بعد از اینکه ما طریقه درست خواندن قرآن را فرا گرفتیم و بعد از اینکه طریقه تدبر و تفهیم به قرآن را فرا گرفتیم و بعد از اینکه عمل کردیم به قرآن، لازم میاد مسئله آخر و اون مسئله ترویج قرآن در جامعه و در جوامع اسلامی و در جوامع اقصا نقاط جهان. این وظیفه ماست که باید ترویج کنیم، مردم را با قرآن انس بدیم و مردم را با قرآن